بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، ما از این کتاب مبارک از اصول سنه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دیروز در بیان دزدان، راهزنان و مقابله نشوندن با آنها همچنین با خوارجان صحبت کردیم و در موضوع بعدی قرار گرفتیم. کمی صحبت کردیم که وقت تنگ کرد، دیگر گفتیم فردا ان شاء الله که میگیریم اون درس را. قول مؤلف امام احمد رحمت الله علیه میفرماید که ولا نشهد على احد من اهل القبلة بعمل يعمله بالجنة ولا بالنار نرجو لصالح ونخاف عليه ونخاف على مسيء المذنب ونرجو له رحمت الله. و به سبب کردار و عملهای اهل قبله، به سبب کردار و عملهایی که اهل قبله انجام میدهند، شهادت و حکم نمیکنیم که آنها در بهشت یا که در دوزخ، بلکه به نیکوکاران امید بهشت می‌داریم، امید بهشت رو داریم، امید رحمت الله رو داریم و میترسیم که گناهکار به دوزخ افتد و از رحمت الله سبحانه و تعالی به آنها امید داریم. این بود قول امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. ولی برادران گرامی، این مسئله که امام احمد رحمت الله علیه ذکر کردن، یعنی شهادت دادن بر اهل قبله بر بهشت یا که دوزخ، چون این مسئله از مسائل دقیق است که امروزها هر کسی که هر گناهی که میمیرد، در هر حالی که میمیرد، میگن وای شهید است، وای بهشتی است. گفته این گناه سخن بسیار است. برای همین این نقطه خیلی نازک است. این شهادت دادن بر اهل قبله بر بهشت یا که دوزخ، یا که مثلا یک مسلمان رو بر دوزخ شهادت میدهند، مثلا دوزخی از گفته گپ میزنن. برای همین احتیاط باشید و این مسائل رو خوب دقت اهمیت بدید. یعنی شهادت دادن بر یک شخص معین در نزد اهل علم معروف و مشهور است. این مسائل اهل قبله اصلا کیها هستند؟ اهل قبله آن کسانی هستند که به احکام اسلام پایبند هستند، به احکام اسلام پایبند میباشند، در نماز، در دعا، در ذبح، در قبله یک قبله دارن، رو به سوی قبله می آرن. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمود که هر کسی که نماز ما را بخواند و به قبله ما روی بیاورد و قربانی ما را بخورد، پس او مسلمان است. آن مسلمانی که در ظاهر به حکم اسلام پایبند است و یکی از نواقض باطل کننده های اسلام را انجام نداده باشد، پس او انسان در ظاهر حکم به اسلام کرده می شود. و شخص بودن کسی را در بهشت یا که در دوزخ شاهدی نمی دهد مگر آن کسانی که نصوص یعنی قرآن و سنت بر آنها، بر بهشت بودن آنها یا که در دوزخ بودن آنها شهادت داده باشد. بلکه اهل سنت به طور عموم شهادت می دهند. مثلا گفته می شود که همه مسلمانان در بهشت هستند و همه کافران در دوزخ هستند. این به طور عمومی است، این گونه گفته می شود. اما عیناً یک شخص معین در بهشت یا که در دوزخ بودن آن، هیچ نفر از شخص معین را ما گواهی بر آن نمی دهیم، بلکه به شخصان نیکوکار امید بهشت رو داریم، می خواهیم و می طلبیم و گناهکار از عذاب الهی بر او میترسیم و از رحمت الله سبحانه و تعالی بر او امید میبخشیم. اما یک شخص معین، فلان شخص، آیا بر او شهادت داده می شود؟ شهادت بر بهشت که این انسان بهشتی است، فلانی عبدالله، مریم، نمیدونم فلانی وای بهشتی است گفته یا که وای دوزخی است گفته. شخص معین را اقوال اهل علم، سخنان عالمان در این قسم به 3 قسم تقسیم می شود. قول اول بر اینند که گفتن که بر شخص معین شاهدی نمیدهند مگر آنچه که نصوص یعنی آیات ها قرآن و احادیث بر او شهادت داده باشد. آنچه که در آیات ها و احادیث صحیح شهادت داده اند بر وارد شدنشان بر جنت، از جمله عشره مبشره بر جنت. عشره مبشره بر جنت اینا 10 نفر هستند از صحابگان کرام رضی الله عنهم که رسول الله آنها را بشارت بر جنت داد. از عبدالرحمن ابن عوف، از سعد ابن زید، از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم روایت است که ذکر شدند و گفت ابوبکر در بهشت، عمر در بهشت، عثمان در بهشت، علی در بهشت، سعد ابن ابی وقاص در بهشت، سعید ابن زید در بهشت و ابو عبیده در بهشت، ابو عبیده جارو در بهشت. 10 نفر رو نامبر کرد. در روایت ترمذی و احمد و نسائی و ابن حبان همچنین و البانی در صحیح ترمذی حدیث رو در سلسله صحیح روایت کردن و احمد شاکر همچنین در تخریج در مسند احمد تصدیق کردن. پس اولین اینها این خلیفای راشدین، چهارگانه ابوبکر، عمر، عثمان و علی و 10 نفری که هست گفتیم. او اهل بدر، کسانی که در جنگ بدر اشتراک کردن. اهل شجره، کسانی که زیر درخت بیعت کردن. حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله عنه که در ترمذی روایت می شود حدیث حسن صحیح است، حدیث خوب است و صحیح است. کسی که زیر درخت بیعت کرده است به جهنم داخل نمیشود. رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند کسی که زیر درخت بیعت کرده است به جنت، به جهنم داخل نمیشود گفتند صلی الله علیه و آله. و حسن و حسین، الله از هر دو آنها راضی بود، که در روایت ابو سعید خدری روایت شده است که حسن و حسین 2
دو سرور جوان اهل بیشتند در مسند امام احمد و فاطمه رضی الله عنها و صحابگان دیگر هم هستند که به جنت از جانب سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم مژده داشتند، از قبیل خدیجه بنت خویلد، عبدالله بن سلام و عکاشه ابن محسن رضی الله عنهم. پس این عقیده صحیح و درستترین دیدگاهی منهج اهل سنت و جماعت است که کسی شخص معین بر بهشت بودنش یا شهادت نمیدیم بر کسی که بر بهشت بودنش را مگر اینکه نصوص قرآن و سنت بر آن شهادت داده باشد. اما به طور عموم چون در بالا ذکر کردیم، بله، مؤمنان همگی در بهشت هستند، کافران همگی در جهنم هستند. و قول دوم گفتند که شهادت نمیدهند مگر به پیامبران، یعنی گواهی و شهادت میدهند فقط به پیامبران که آنها از اهل بهشت هستند. و قول سوم شخص معین بر کسی که نصوص بر او شهادت دهد و همچنین دو شاهد عادل بر او گواهی و شاهدی بدهد. از این رو ابو ثور گفتن که در بهشت، امام احمد گفتن که در بهشت. و همچنین برادران و خواهران گرامی، شهادت بر دوزخ مانند کسی که از اهل دوزخ گفته می شود، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب، مثل فرعون، مثل هامان، مثل ابی ابن خلف، چونه که در سوره تبت است که تبت یدا ابی لهب و تب، هر دو دستان ابو لهب هلاک بود و همچنین زنش هم در هلاکت بود. گفته شخصان معین نصوص قرآن و سنت این رو برای ما آگاهی کرده است و همچنین در آیات ها هم ذکر شده است که آنها از اهل عذاب هستند. از ابو سعید خدری رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حضور خود به عمکش ابو طالب یادآور شد. یعنی رسول الله در آنجا قرار داشت. ابو طالب که عمک رسول الله بود که اینقدر کارنمایی ها کرده بود در سیرت پیامبر صلی الله علیه و بیان کرده بودیم، با آنجا بر بگردید ذکر شده است. عمکش بود، یک شخصی مقربش بود، با نفسش با مالش از پیامبر دفاع میکرد. رسول الله گفتن که شاید شفاعت من در روز قیامت بر او سود رسد، اینکه فایده بدهد. پس او را در آتش نه آنقدر سخت که گذاشته می شود که آن تا بجولک پایش می رسد، این آتش در آنجا وی را می گذارند که مغز سرش می جوشد. در روایت بخاری و مسلم از عباس ابن عبدالمطلب روایت است که بار با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت عمکت ابو طالب را به هیچ وجه یاری ندادی، یکی تو را تو کمک نکردی، با وجود آنکه او همیشه تو را حمایت میکرد و از تو خشمگین نبود. کسانی که دیگران که تو را میرنجاندند از تو دفاع میکرد، به تو خشم نمیکرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاسخ گفت که او در قبت بالای آتش است. ابو طالب در قبت بالای آتش است و اگر من نمی بودم او البته در پایین‌ترین گودان جهنم بود. در صحیح بخاری. پس عقیده اهل سنت و جماعت به نیکوکار امید میبندند و از حالت گناهکار میترسند. پروردگارا ما را بیامرز، گناهانی که آشکار و نهان انجام میدیم پروردگارا صاحب بخشش آمرزش خود قرار بده ما را. پس عقیده اهل سنت و جماعت انا همین است که شخصی که نیکوکار است با او امید رحمت الهی را میبندند، امید دارند که وای ان شاء الله که از اهل بهشت است. اما با شخص گناهکار باشد از امید ترسند، از حالت امید ترسند. هر کسی را که میبینیم در طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی است، عبادتش درست است، به بهشت امید میبندیم، امید رحمت الله را بر او داریم، ولی به طور دقیق و عمیق، یعنی عیناً فلانی را شهادت بر بهشت شدن، این روا و درست نیست. اما در مجموع و عموم بله میگیم که ان شاء الله که موحدان اهل سنت در بهشت هستند. از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که در حالی که گروهی از صحابگان در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع بودند و گفتند بایعونی علی الا تشرکوا بالله شیئا، به من بیعت کنید که به الله چیزی را شریک نسازید، ولا تسریق و دزدی نکنید، ولا تزنوا و زنا هم نکنید، ولا تقتلوا اولادکم و فرزندان خود را نکشید، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم و بهتان زنی نکنید بین همدیگر، تهمت و بهتان زنی بر همدیگر نکنید، ولا تعصوا فی معروف، در آنچه که امر بر معروف کردن میشد در آن عصیان و نافرمانی نکنید. و در دوام فرمودند که فمن وفى منکم فاجره علی الله، کسی که از شما، هر کی از شما که با این عهد و پیمان وفا کرد، پس اجر و پاداش او در نزد الله سبحانه و تعالی است. پاداش بزرگی در نزد الله سبحانه و تعالی او خواهد دید، یک پاداش بزرگی، ثواب او نزد الله سبحانه و تعالی است. و فرمودند و هر کی از این کارها دست زند و به سبب این کاری که این کارهای اشتباه کرده است، از زنا باشد یا اینکه از کشتن نفس باشد و غیره چیزهایی که از بهتان باشد، از غیبت، هر حدی که باشد، هر کسی در این دنیا اگر این کارها انجام داد، رسول الله میفرماید اگر با اون کارش دستگیر شد و مجازات شد، آن سبب کفاره گناهان او میگردد، گناهانش در این دنیا عفو میشود، گناهانش پوشیده میشود. پس آن گناهانی که در این دنیا انسان میکند و مجازات میشود،
سبب کفاره گناهان بنده میگردد. و فرمود اگر هر کس که یکی از این کارها را انجام دهد الله سبحانه گناه را پوشیده دارد، گناهش را بپوشاند، پس به الله سبحانه و تعالی واگذار می شود. اگر بخواهد در روز قیامت الله سبحانه و تعالی این بنده را میبخشد و اگر بخواهد او را مورد عذاب و عقاب قرار میدهد. و در آخر صحابگان کرام فرمودند که و در این کارها با رسول الله صلی الله علیه و بیعت کردیم. در روایت بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی است. اما کسی که اصلا از حالش خبردار نیستیم، از حالش خبر نیست، یا با سبب شبهه یا جهلی که بر او قیام حجت نشده است، میگوییم که گواهی میدهیم بر عموم و عموم تو را بس است. هر کافر در جهنم است و هر مؤمن در بهشت است. از جمله از مادر مؤمنان از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفتند بار چون پسر مرد، یعنی که در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله عایشه روایت می‌دهد که یک وقت یک بار در روایت احمد و مسلم و ابی داود است، گفتند یک پسر وفات کرد، یک جوان پسر وفات کرد. سپس عایشه میگه که من گفتم توبه برای او آماده شده است. توبه یکی بهشت است، درخت در بهشت که بهشت است. توبه برای او آماده شده است، یعنی در جنت از گنجش‌های آسمانی برای آماده شده است. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله این را شنید و فرمود آیا نمی‌دانی که الله سبحانه و تعالی بهشت و دوزخ را آفرید و سپس برای هر یک ساکن قرار داد. الله بهشت و دوزخ را آفرید، سپس ساکنان اهل بهشت را الله سبحانه و تعالی قرار داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم قول عایشه رضی الله عنها را انکار کرد، زیرا وی عیناً با او شهادت بر بهشت داد، گرچند که نصوص بر آن گواه هستند که کودکان در جنتند. پس بدونید که الله سبحانه و تعالی ما و شما را کامیاب و موفق سعادتمند بگرداند و قدم‌های ما در راه حق مستحکم و استوار نماید که جهل و ندانستن امور دین، که جهل جاهلی یعنی و ندانستن دین، امور دین، مسائل دینی، مسائل شرعی، این بیان از پست بودن مقام جاهل می باشد. پست بودن منزل و مقام جاهل و کم بودن ایمان آن به قدر جهلش است و کم بودن ایمان انسان وابسته بر آن جهلی که دارد است. پس انسان تفاوت هستند، گوناگون هستند. کسی که علم و عمل زیاد دارد البته که وی به الله سبحانه و تعالی نزدیکتر است. و در جمله جهل، نادانی یکی از مانعه های تکفیر شخص معین به شمار می رود. و در جمله جهل، نادانی یکی از مانعه های تکفیر معین به شمار می رود. به خاطر چی؟ زیرا که ایمان با علم با هم ارتباطی دارند. ایمان با علم با هم ارتباطی دارند و بودن علم در مؤمن، در شخص مؤمن یکی از شرطهای ایمان است. چون شخص مکلف در حالت جهل و نداشتن علم تکلیف از وی برداشته می شود. از این خاطر عذر جاهل یا که عذر دادن جاهل یا که عذر جاهل موقتی است، دائمی نیست و پیشگیری از آن، از این جهل به سبب نبودن اسباب و اجرای شرطها پیدا نمی شود یا که پیدا نمی گردد. و همچنین برادران و خواهران گرامی ناگفته نماند که بودن علم یا رسیدن بر آن یا بدون عالمان حق اگرچه کم هم باشند، یا بودن طالب علمان یا فراوان بودن اسبابها برای رسیدن بر آن یا که بر علم، انسان در این مولد مطلقاً عذر داده نمی شود. خوب اهمیت دهید. بودن علم یا که رسیدن به آن علم یا بودن عالمان حق اگرچه کم هم باشند، یا بودن طالب علمان که حق را به مردم میرسونند، یا فروا بودن سببها برای رسیدن به آن علم، انسان در این مورد مطلقاً عذر داده نمی شود. چون اثبات کردن علم مطلقاً این درست نیست، چگونه که مرجئه این رو به خود روا میدونن، مطلقاً در هم مسائل عذر میدن. پس اثبات عذر مطلقاً درست نیست. و همان گونه که عذر رو در جهل کاملا انکار کردن چون خوارج انجام میدهند، اینم تمام درست نیست. دو عقیده با همدیگر مخالف و این دو عقیده در انتها مخالف اعتقاد اهل سنت و جماعت. پس اگر گفته شود که جهل یکی از موانع تکفیر معین است، پس این مطلقاً نیست. و این اقوال رو شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموعه فتاوا مجلد 11 صفحه 408 و مجلد 28 صفحه 125 و مجلد 20 صفحه 180 در موضع گوناگون ذکر کرده است، نقطه‌ای که بیان کردیم. و همچنین ابن قیم در تفسیر ابن قیم صفحه 352 360 و طریق هجرتین صفحه 412 و تفسیر بیضاوی و ارشاد طالب صفحه 12 314. پس این مسئله‌ای که از بیان کردیم در بین اهل علم یک از مسائل مهم در دین به شمار می رود. این مسئله را مسئله عذر بر جهل می گویند. عذر دادن شخص معین در جهلش، در نادانیش. برای همین در این زمینه، در این نقطه باید ناگفته نماند که مسئله عذر در جهل، عذر دادن در جهل، عذر دادن در جهل، این مسئله های دینی است. به چند قسمت بررسی می شود. به چند قسمت که بخش ها می توان این رو مختصر بیان کرد.
قسمت اول مسئله های دینی، یعنی وابسته بر جهت نوع آن، یا که معلوم یا که مجهول آن، یا که خفی و پنهان و واضح و روشن بودن آن تقسیم میشوند به قسمت ها. مسئله های خفی و پنهان که دلیل آن میتواند بر بعضی از مردم پنهان بماند، ناعیان بماند. دلیل آن مسئله بر بعضی از مردم پنهان ناعیان میماند. و همچنین در مسائل دقیق و نهانی که در آن اختلاف نظر است، یا مسئله هایی که بجوز پس از آن که حکم الله برای آنها خبر داده شود نمیتوانیم آن را بدانیم یا بفهمد، و یا مسئله هایی که درباره فهمیدن آن بر علم نیاز است و نمیتوان آن را به عقل درک کرد، مانند نامه‌ها و صفات الله سبحانه و تعالی. برای همین امام شافعی رحمت الله علیه بیان کردند و فرمودند که الله دارای نامه‌ها و صفات‌هایی است که هیچ کس آن را رد نمی‌کند، و هر کی بعد رسیدن حجت، گوش دهید، الله دارای نام‌ها و صفات‌هایی است و هیچ کس حق رد کردن آن را ندارد، و هر کی بعد رسیدن حجت مخالفت ورزد به درستی که کافر شده است. بعد رسیدن حجت اگر که برای تو رد کردی، انکار کردی، به درستی کافر شده است. امام شافعی میگه اما قبل از قیام حجت، پیش از رساندن حجت بر او، جهلش عرض داده می شود. و این فرماید که چون علمی چنین چیزها با عقل فهم و درک کرده نمی شود. ابن حجر در فتح الباری مجلد 13 صفحه 407 بیان کرده است. و ابن ابی حاتم در مناقب الشافعی از یونس ابن عبدالاعلی آورده است. میگه من از شافعی شوندم که الله دارای نام‌ها و صفات‌ها است گفته تا آخری که بیان کردن، اینو بیان کردن از سخنان شافعی. یا مسئله هایی هست در دین که در آن خطاگی به سبب شبهه یا نافهمی رخ می‌دهد. در دین مسئله هایی است که با سبب خطاگی بنده که شبهه در آن واقع میشد رخ میدهد، یا با حدیث های تکیه میکند که با گمان آن بنده که با این احادیث تکیه کرده صحیح میشمارد آنها را، در نزد وی ثابت هستند، اما در حقیقت این احادیث ضعیف یا که باطل هستند. پس برای ناآگاهی که داشت بر او عذر داده می شود. و همچنین شخص مجتهد برای بررسی و سعی کردنش در مسائل های اجتهادی که در آن نص حجت قطعی وجود ندارد یا دلیل ثابت نشده است و غیر از آن، در آن عذر داده می شود. اما خوب با دقت باشید، اما مسئله هایی که روشن و آشکار از دین در ضرورت هستند، معلومی در دین در ضرورت هستند، مسئله که روشن و آشکار هستند، هر کی را میفهمه داند، مانند اساس های دین و ایمان که الله در کتاب خود آن را بیان کرده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را بر ما با بهترین و نیکوترین حال رسانده است. پس در این حالت بهانه بیخبری، بهانه نادانی، بهانه جاهل بودن از او پذیرفته نمی‌شود. بهانه بیخبری از آن برای کسی که پس از رسیدن دلیل یا ظاهر بودن دلیل دعوای جهل دیگر از او قبول کرده نمی‌شود، از او قبول نیست. امام شافعی رحمت الله علیه در بیان توضیح علم عامه میگوید که میفرماید که در رساله الشافعی صفحه 357 شخصی بالغ شخصی که به بلاغت رسیدگی است که نشانه‌های شخص بالغ رو در فقه میسر بیان کرده بودیم. شخصی بالغ اگر از عقل بیگانه نباشد، عقلش در خود باشد، نمیتواند جاهل باشد. پرسیده شد با مانند چی؟ و گفتند مانند نماز 5 وقته. یعنی یک کسی که دعوا کنه که من نماز 5 وقته نمیدونم نماز فرض است، یا که نمیتونم خوندن، یا که نمیدونم، و جهل و نادانی از وی پذیرفته نمیشود. و این فرمایش شافعی که الله بر مردم واجب گردانید که روزه ماه رمضان رو بدارند. هیچ کس بهانه گفته نمیتونه که من روزه نمیدونم روزه فرض است. روزه فرض نیست. اگر توان آن را داشته باشه روزه گرفتن رو، یا که حج خانه الله را کند، یا که زکات مالش رو بدهد، یا که آنها را از زنا، از کشتار، از دزدی، از شراب نوشی نهی کرده است. هیچ کس بهانه نمیتونه بیارد که بگه من نمیدونم این چیزها رو. هیچ کس بهانه جهل نداشتن در این سر ندارد، چون این دو چیزهای معلوم در دین به ضرورت هستند. و آنچه که در این معنا است که الله بر بندگان آن را واگذار کرده است، باید بفهمد و عقل کند و عمل کند، و از آنچه که امر شده است از مالش زکات پرداخت نماید، و از آنچه که آنها را از آن من کرده است از آن دوری بجوید. و شیخ محمد ابن سلیمان رحمت الله علیه می‌فرماید که در درر السنیه از ابن قاسم مجلد 8 صفحه 244 می‌فرماید که اما اگر یک شخصی معین چیزی رو بگوید که کفر را تقاضا دارد، نه سخنی گفتهش در برانگیختن کفر است، و این شخص کافر دانسته نمی‌شود تا آن دمی که بر وی قیام حجت شود که ترک کننده آن کافر دانسته می‌شود. و این می‌فرماید که در مسائل خفی هست که دلیلش بر بعضی از مردم پنهان میماند. و اما آنچه که در مسائل ظاهر و آشکار از آنها یا که آنها میافتند در آن میافتند، یا که آنچه که از دین در ضرورت معلوم در دین در ضرورت است، در تکفیر نمودن قائلش دیگر توقف نمیکنیم. این قسمت اول بود. اما قسمت دوم از جهت حال جاهل و صفت آن. خوب گوش دهید.
از جهت حال جاهل و صفت آن. پس تفاوت آدمان از جهت قوت و ضعف گوناگون هستند. تفاوت گوناگون دارند. کسی که دلیل و حجت بر او قائم نشده است، مانند قضیه جاهل نادانی که حدیث عهد بالاسلام است، نه که تازه مسلمان است، نه وارد اسلام شده است، و یا در بیابان دوردست دور از مردم زندگی میکند. پس شخصانی که حالشان چنین باشد بر آنها عذر هست، مگر پس از رساندن حجت آنها چیز تکفیر میشن، اگر که در یک عملهای کفری واقع شوند یا گفته شد از آنها. و شیخ الاسلام در مجلد 28 صفحه 501 در مجموع فتاوا می‌فرماید که علماها، اهل علم علماها، کسانی را که حرام را حلال کردند، حرام یا حرام کرده الله را حلال شمردند، یا که حلال کرده الله را حرام شمردند، به دلیل نزدیک بودن زمان اسلامشون، یعنی که به دلیل تازه مسلمان بودنشون، یا در بیابان دوردست زندگی کردنشون بیرون از علما و اهل علم، به خاطر حجت نرسیدن بر آنها تکفیر نمیشوند. زیرا حکم کفر، شیخ میفرماید، زیرا حکم کفر مگر پس از رساندن پیام قائم شود. و میفرماید که شاید بسیاری از اینها نصوص هایی که برخلاف آن چیزی که میبیند نرسیده است و نمیدوند که پیامبر بر آن فرستاده شده است، به خاطر حدیث تازه مسلمان بودن نشد که در بیابان دور بودن مردم. اما چه نقطه دیگری مهمی هست، اما باید میان جاهلی که توان آموختن و درک کردن دارد، میان جاهلی که شخص جاهلی که توانایی آموختن و درک کردن دارد، در بالا یک اشاره کرده بودیم در این، شخص جاهلی که توان آموختن و درک کردن دارد یا امکانیت توانایی پیدا نمودن حقیقت را دارد، ولی در طلب علم بی‌پروا به اهمیت است، غافل است و سپس از آن روی میگرداند، آنچه را که الله سبحانه و تعالی بر او فرمان داده است ترک میکند. مخصوصا اگر باز انسان در دیار اسلام باشد که در دیار اسلام عالمان، طالب علمان بسیار فراوان از اهل علم، و میان جاهلی که در طلب نمودن علم یا فهم آن عاجز است، اصلا نمیتواند، راهی ندارد که علم را بیاموزد، توانی ندارد، همه درها برایش محکم است. فرق اینی، فرق اول، فرق دوم، یک فرق بزرگ لازم است. فرق بزرگ گذاشتن لازم است. یکم رو با دویم چیز ما آمیخته نمیکنیم. اما اول باشد به سبب تقصیری عذر بر او داده نمی شود و وصف نمودن او به ناتوانی از او انکار کرده می شود، زیرا توانی آموختن را دارد که این شرط ایمان است. زیرا شریعت بر طلب نمودن علم و دانش همچنین سؤال نمودن اهل علم و عالمان امر کرده است و آن کسانی که نیت آنها نیک است الله سبحانه و تعالی برای آنها آسانی نموده است. و الله می فرماید که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، براستی بدرستی که قرآن را برای پند گرفتن آسان ساختیم، آیا پند گیرنده هست؟ آیا پند پذیر هست؟ و همچنین می‌فرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، در آن چیزی که نمیدونید، علم ندارید، دانش ندارید، از اهل علم پرسان بشوید، در سوره نحل. و در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، روایت ابی داود است در باب طهارت از جابر بن عبدالله رضی الله عنهم و ابن ماجه در باب طهارت و اسنادهای آن، و احمد در مسندش از سند ابن عباس رضی الله عنه. این حدیث احمد شاکر در شرح مسند احمد صحیح دانستند و البانی همچنین حدیث صحیح دانستند. می‌فرماید چرا نمی‌پرسند در حالی که نمی‌دونند، یا از آن چیزی که نمی‌دونند چرا نمی‌پرسند؟ یگانه دوای جهل نادانی این پرسیدن است. فانما شفاء العی السؤال، بدرستی که شفای نادانی این چی است؟ این سوال پرسیدن است. اما شخص جاهلی که از طلب علم و فهم آن قادر نیست، شخص جاهلی که در طلب علم و فهم آن قادر نیست، این بر دو نوع تقسیم می شود. نوع اول جاهلی عاجز از طلب علم و فهم، که این انسان شخص جاهل که عاجز از طلب علم و فهم و درک صحیح است و دوستدار هدایت است، هدایت به وی تأثیر میبخشد، خواستگار هدایت و راه حق است، ولیکن قادر توانایی طلب نمودن آن را ندارد یا کوشش و تلاشش را در طلب حق کرده است و میکند، نموده ایستاده است، اما دلایل هدایت و حجت و برهان صحیح برایش میسر نگردید. این شخص حکمش به مثل اهل فتره، کسانی که اصلا دعوت برای آنها نرسیده است میباشد. و هر کی دین و حقیقت رو طلب نمود ولیکن موافق نگشت یا عاجز ماند و بر او حق ظاهر نگردید، پس این شخص معذور، شخص عذرناک، عذر داشته در جهل قرار میگیرد. اگر به این حال بمیرد در روز قیامت مورد امتحان قرار میگیرد، چون که علما در این اجماع ها را حتی ذکر کرده هستند، اتفاقا را ذکر کرده هستند. شیخ حسین بن تیمیه، ابن قیم،
شوکانی و دیگری از علمای بزرگ. و نوع دوم جاهل عاجز از طلب علم و فهم. نوع دوم جاهل عاجز از طلب علم و فهم که وی اراده طلب حق را ندارد، اصلا حق را نمیخواهد، ولی وی علاوه بر اینکه حق را نمیخواهد طلب حق را ندارد از آن رویگردان است. عاجز است از طلب علم، از فهم عاجز است، علاوه بر این باز نمیخواهد، رویگردان است، نه دوستدار هدایت است، نه بر هدایت سعی و کوشش میکند. پس این حالت عاجزی که دارد، این حالت ناتوانی که دارد، برای عذر شدن نمیتواند، چون عاجزی وی عاجزی رویگردانی از حق است، ناتوانی وی رویگرداندن از حق است. این طایفه انسان هیچ وقت با طایفه اولی که بیان کردیم برابر شدن نمیتواند، بلکه با شخص اول عذر است، با شخص دوم عذر نیست. و همچنین قسم سوم از جهت حالت اجتماعی بین امکان، بین مکانهای مردم و زمانهای آنها، از نگاه انتشار و پنهان علم و نشدنش فرق میکند. یعنی میان جامعه‌ای که در آن علم و معرفت و فعالیت نمودن اهل علم و خیرات پنهان شده است و دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی، ترغیب به سوی علم و آموزش توحید فعالیت دارد، و در میان زمان نبودن علم و ضعیف مسئولان آن حتی کسی نماند که تبلیغ رسالت نماید، حتی کسی نماند که تبلیغ این رساله محمدی را نماید. جهل و نادانی پنهان میشود، علم پژمرده گردیده است یا که نبودن و نرسیدن آن. در این مورد شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه این قول رو تقویت می‌دهد و می‌فرماید که و جایها و زمانهایی که نبوت در آن فتور میکند، که رسالت در آنجا از بین میرود، و برای کسی که آثار نبوت از آنجا پنهان شده است، آثار نبوت پیامبر در آنجا نیست اصلا، حتی از روی خطا انکار کرده شود، پس در آنجایی که نبوت اصلا نیست، نرسیده است، بر وی حکم کرده نمی شود. و همچنین در مکانها و زمانهایی که آثار نبوت در آنجایها پیدا هست، پس حکم کرده می شود. و نیز می‌فرماید که شاید مردمان زیاد در مکان و زمان بوایه رسند که بسیاری از امور علوم نبوت که رسالت در آن آموخته نشود، که نیست اصلا، رساله پیامبر اصلا نیست، تا کسی نماند که آنچه را که الله پیامبرش را با کتاب و حکمت فرستاده است برساند. هیچ کس نمی‌ماند برساند. و بسیاری از آنچه که الله پیامبرش را بر آن فرستاده است نمی‌دانند. کسی نیست که آن را برای مردم آگاهی کند برساند. مثل این شخصان تکفیر کردن نمیشوند. و می‌فرماید که با این دلیل امامان برای این اتفاق نظر دارند که هر کسی که در بیابان دوردست از اهل علم دور هستند، بوایه رسیدند، یا که در اسلام نو داخل شدگی هستند، تازه مسلمان، چیزی از این حکم‌های ظاهر رو اگر که انکار نمایند، چیزی از مسائل ظاهری در دین اگر انکار نمایند، او در این حالت بر کفر حکم کرده نمیشود تا بداند که پیامبر با چی رساله آمده است. اگر خوب دقت بدهیم، گفتن که عالمان بر این اتفاق نظر دارند که هر کس که در بیابان دور از اهل علم و ایمان بوایه رسیدند، دور از علم هستند، نقطه بالا ذکر کرد، حال فتور نبودن علم اصلا. دوم ذکر نمود، گفت که کسانی که حدیث اهل بیلستان تازه مسلمان هستند، چون در این اتفاق هست، چیزی از این حکم‌های ظاهر را متواتر را انکار کند، بر او حکم به کفر کردن نمی شود تا بر او رسانده شود بداند که این از جانب پیامبر آورده شده است. برای همین در اینجا حدیثی را سپس می آورد که ابن ماجه در باب فتنه ها، در باب از بین رفتن قرآن و علم، و حاکم همچنین در مستدرک از حدیث حذیفه رضی الله عنه، و حافظ در فتح الباری همچنین صحیح گفتن، البانی این حدیث رو صحیح گفتن. می‌فرماید که از رسول الله به سر مردم زمانی میآید که نه نماز و نه زکات و نه روزه نه حج میماند، هیچ چیز از این نمیماند، بجز پیر و کمپیر که میگویند ما پدران خود را یافتیم، ما پدران خود را در آنچه یافتیم که میگفتند که لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق جز الله. آنها نماز، زکات و حج را نمیدونند. پس فرمود حذیفه ابن یمان گفته شد لا اله الا الله به آنها فایده دارد؟ آیا این لا اله الا الله برای آنها فایده دارد؟ گفتند که آنها را از آتش نجات می‌دهد. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه می‌فرماید که تکفیر، حکم تکفیر نمودن، یکی از وعید و هشدارهاست، هرچند سخن انکار یا تکذیب احادیث رسول الله صلی الله علیه و باشد. تکفیر یکی از وعید و هشدارهاست، هرچند سخن انکار کننده یا که تکذیب احادیث رسول الله صلی الله علیه و باشد. اما نقطه مهم چی است؟ ولیکن آن مرد که انکار یا تکذیب کرد، ولیکن آن مرد شاید با تازگی به اسلام وارد باشد، تازه مسلمان باشد، یا در بیابان دور به وی رسیده باشد، و فرمود که مثل چنین شخص با انکار کردنش تکفیر کردن نمی شود تا آن دمی که دلیل و حجت بر او ثابت شود. در مجموع فتاوا مجلد 3 صفحه 231 283 و مجلد 12 صفحه 523. و قسم 4 از جهت نامگذاری و جزا.
قسم چهارم از جهت نامگذاری و جزا. هر کسی که در مظهر شرکی افتاد، در ظاهرهای شرکی افتاد، در مظهر شرکی افتاد، بر او از جهت نامگذاری نام گذاشته می شود، بر او مشرک گفته می شود. از هر کسی که در مظهر شرکی افتاد و تضاد آن را، مخالفت نمودن این را در اسلام نمیداند، جاهل است، نادان است، یا در جاهای جاهل زندگی میکند، زندگی کرده است، یا در بیابان دوردست به وی رسیده است، به درستی که میان زیشتی این گناه و نام گناهکار و حکم آن جدا کرده می شود. از جهت نامگذاری نام گذاشته می شود. اگر شرک آورد مشرک گفته می شود. عمل شرک را این که انجام داد برای مشرک گفته می شود. اما از جهت حکم برای نگاه کرده می شود که بر حکم برای رسیده است یا که نرسیده. علاوه بر نقطه بالایی که ما بیان کردیم، نقطه بالا با این سخنان حاضره ربطی دارد. و میان این که نام گذاشته می شود که کسی که شرک را انجام داد برای مشرک گفته می شود و میان این که مرتکب آن سزاوار جزا و در هر دو جهان هست یا نه، پس این حکم واسه بر رسیدن دلیل بر او می باشد. زیرا عذاب و عقوبت بعد از رسیدن حجت قرار داده می شود. چون الله می فرماید که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما هرگز قومی را مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه میانشان پیامبر مبعوث کرده شود تا وظیفه هایشان را بیان نمایند به مردم. در سوره اسراء. پس هر کسی که شرک کند، مانند سجده از برای غیر الله، از برای ولی یا صاحب قبر از او کمک یاری مدد بخواهد، پس او انسان به غیر الله عبادت را صرف کرده است. الله را با غیرش شریک قرار داده است یا آن کس را با الله شریک قرار داده است. اگر در وقتی سجده کردنش هم اگر نطقی به شهادت بدهد، برای او فایده نمیدهد. حکم نام گذاشته می شود، نام بر او گذاشته می شود، چون که او در برابر سجده کردنش به غیر الله کلمه شهادت رو مخالفتی کرد. معنای کلمه شهادت رو ما بارها از چندین کتاب علما رو شرح داده هستیم، ترجمه کرده هستیم. در مسئله لا اله الا الله، این شخص به سبب سجده کردنش از برای غیر الله یا کمک یاری مدد کردنش از برای غیر الله، این کلمه شهادت به لا اله الا الله، این مقتضای این کلمه شهادت به لا اله الا الله مخالفتی کرد. پس از نگاه نامگذاری به سبب نافرمانی از الله، سجده کردنش از برای غیر الله و کمک یاری مددش از برای غیر الله، این کار را که انجام برای مشرک گفته می شود. یگانه جای مشکلیش نیست، برای مشرک گفته می شود. اما ممکن است، خوب دقت دید، اما ممکن است به سبب جهالتش، به سبب جاهلیش و نازل کردن عقوبت بر او در این دنیا و آخرت بر او عذر داده شود، برای شاید مجازات نباشد. برای به سبب جهالت نادانیش شاید در دو عالم برای وی مجازات نباشد، مگر پس از بیان و اقامه حجت. برای شیخ الاسلام رحمت الله علیه در مجموع فتاوا مجلد 20 صفحه 38 می‌فرماید که نام مشرک پیش از رسالت ثابت شده است. نام مشرک پیش از رسالت ثابت شده است، چون زیرا به پروردگار شریک می‌ورزد است، غیر الله را عبادت می‌کند و از الله روی می‌گرداند و بر او خدای دیگر را قرار می‌دهد و پیش از آمدن رسول برای او تعالی سبحانه و تعالی شریک قرار داده است. و فرمودند که پس ثابت می‌گردد که این نامها با آنها پیش گذاشته شود، یعنی که مجردی که آن عمل را انجام داد، عمل شرک را انجام داد، برای مشرک گفته می‌شود. و شیخ می‌فرماید که و همین طور نام جهل و جاهلیت پیش از آمدن پیامبر و پیش از تعذیب، عذاب و عقاب بر او گذاشته می‌شود. اما تعذیب، عذاب و عقاب چگونه که قول اول را خواندیم بعد از قیام حجت. امام نووی می‌فرماید که در شرح مسلم، در شرح صحیح مسلم مجلد 3 صفحه 87 می‌فرماید که اما جاهلیت که پیش از نبوت روی داده بود، به سبب زیاد بودن جاهلیتشان چنین نامگذاری شدند، به سبب جهلشان چنین نامگذاری شدند. یعنی که این نامی که بر آنها نامگذاری کرده شد، با سبب آن جهلی که داشتن نامگذاری شدند. یک نامگذاری مقدمه است و پیشکی برای گذاشته می‌شود. پس از جمله دلایل قرآن که وصف شرک و کفر با بودن جهل ثابت می‌شود، قول الله سبحانه و تعالی است. یعنی کسی که در جهل است، در نادانی هم باشد، اگر عمل شرک و کفر را انجام بدهد، برای مشرک کافر گفته می‌شود. قول الله سبحانه در سوره توبه آیه 6 الله می‌فرماید که و این احد من المشرکین استجارک وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. و ای پیامبر، اگر از یکی از مشرکان، خوب گوش دهید، ای پیامبر اگر یکی از مشرکان بر تو پناه خواست، از تو پناه خواست، پس پناهش بده تا سخن الله تعالی را بشنود. یک پیش از آن که سخن الله را بشنود، الله بر او چی گفت؟ مشرک گفت. و این احد من المشرکین استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. در ادامه چی فرمود الله؟ سپس او را به محل امنش برسان. این امان دادن به مشرکان، این امان دادن به مشرکان با آن سبب است که آنها گروهی نادانند. گروهی نادان بودند، جاهل بودند، اما به سبب آن عمل شرکی که انجام دادن الله آنها را مشرک گفت. الله سبحانه و تعالی آنها را با شدت جهالت، نادانیشان و از بین رفتن آثار شریعت آنها را مشرک وصف کرد، به شرک وصف کرد. و الله سبحانه و تعالی در سوره بینه آیت اول می‌فرماید که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. کسانی از اهل کتاب و مشرکان، دقت دید، کسانی از اهل کتاب و مشرکان که کافر شده اند از آیین کفر دست بر نمی‌دارند تا آن که برای آنان دلیل روشنی برسد یا که بیاید. یک دلیل بر آنها نارسیده الله آنها را مشرک و کافر گفت. از آنچه که در این سوره بینه گفته شد مراد پیامبر صلی الله علیه و سلم است که گمراهی و نادانی آنها را برایشان بیان کرده و به سوی آنان به سوی ایمان دعوتشان کرده و الله سبحانه و تعالی به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آنها را از جهالت و گمراهی نجات داد و الله سبحانه و تعالی آنها را کافر مشرک خواند از آنچه که دلایل بیان وصف کفر و شرک پیش از رسیدن رسول پیامبر صلی الله علیه و و قیام حجت برای آنها بود. پس وصف شرک، صفت شرک بر کسی که در شرک اکبر، شرک بزرگ واقع شده است برداشت نمی شود، نام وی برداشت نمی شود. با وجود جهل هم پیش از قیام حجت ثابت می شود، چون عبادت غیر الله با اسلام عموما وجود نداره، جمع نمی شود. عبادت غیر الله با اسلام هیچ وقت جمع نمی شود و کفر شرک در یک انسان جمع نمی شود. کفر اکبر، شرک اکبر با اسلام جمع نمی شود. چگونه ای که انسان بدون طهارت نمازش پذیرفته نمی شود، انسان بدون یگانه الله یگانه را عبادت نکند عبادتش پذیرفته نمی شود. چگونه که این نماز انسان بدون طهارت پذیرفته نمی شود، ایمان انسان بدون براءت از شرک و کفر و اهل شرک پذیرفته نمی شود اگرچه دعوای اسلام را هم بکند. پس هر کسی که غیر الله را عبادت میکند و نوعی از نوعهای عبادت در غیر الله صرف میکند، آن نوعهای عبادتی که بجز از مشرک انجام نمییابد اگرچه دعوای اسلام را هم بکند اسلام و اصلا پذیرفته نمیشود. یعنی که هر کسی که در برابر عبادت الله کسی دیگر را عبادت کند پس وی مسلمان است. اصلا اسلام از وی، صفت اسلام از وی برداشته می شود، نام مسلمان بودن از وی برداشته می شود، در وی نام شرک، نام مشرک گذاشته می شود. چون امروز جهل و جهالت از جمله گمراهان، از جمله خاصا این مرجعای این زمان، این چیزها بسیار در بین مردم پهن می شود. یک مشرک رو که غیر الله را عبادت میکند، غیر الله از غیر الله دعا و کمک مدام طلبد، آن را عذر میدهد، بلکه از آن دفاع میکند، بلکه کسی که آن را تکفیر میکند، آن مشرک را که الله وی را مشرک گفته است تکفیر میکند، وی را با خوارج با دیگر نامه میگذارد. از این گونه فرقه بسیار پرهیزگاری باشید، بپرهیزید، چون اینا گمراه هستند و گمراه کننده هستند. اینا نصوص صریح قرآن اصلا تو مخالفت مینمایند. رسول الله میفرماید که من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله، کسی که لا اله الا الله بگوید و کافر شد با آن چیزی غیر الله عبادت میشود، پس وی مسلمان است. گفتن من قال لا اله خالصا من قلب صادقا من قلب، خالصا از قلبش بگید، خالصا از قلب این است که تو از شرک، از مشرکین براءت بجویی، از عقیده اونها براءت بجویی، صادق باشی در آن قولت. صادق بودن همین است که تو این قول مخالفت نمایی. در شرح کلمه لا اله الا الله از شیخ صالح الفوزان و عبدالرزاق البدر این رو بیان کرده است. واسه آن باز بگردید در کلمه توحید بواسطه میفهمید. زیرا برادران و خواهران گرامی، زیرا دین اسلام که الله آن را پذیرفته است و پیامبرش را به آن فرستانده است، آن تسلیم الله، تسلیم الله یگانه شدن با توحید است، تسلیم فرمان الله با توحید است، از او فرمان برداری کردن و از شرک مشرکان دوری جستن است، از شرک مشرکان دوری جستن است. بارک الله فیکم. سپس قول مؤلف رحمت الله علیه میفرماید که و من لقی الله بذنب، و هر کسی که با گناه با پروردگارش روپرو شود. خوب گوش بدید، هر کسی با گناه با پروردگارش روپرو شود. و من لقی الله بذنب یجب له به النار تائبا غیر مصر علیه، هر کسی با گناه با پروردگار روپرو شود که به خاطر آن آتش بر او واجب گردیده است، به خاطر آن گناهش آتش بر او واجب گردیده است، ولی در دنیا از آن توبه کند و بر آن اصرار نکند، آن گناهش قطعی گناهش آشکار انجام ندهد، در این توبه نماید، فإن الله يتوب عليه، بدرستی که الله عز وجل توبه او را میپذیرد و یقبل توبه
عن عباده و الله توبه بندگان را میپذیرد و یعفو عن السیئات و از گناهان بندگان الله سبحانه و تعالی بخشش میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید که هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. و اوست که توبه بندگانش رو میپذیرد و او پروردگار است که توبه گناهکاران رو میپذیرد، چون از گناهان خود دست میکشن و الله رو با یگانگیش اقرار میکنن، عبادت میکنن و تسلیم میگردن. توبه نصوح میکنن که دوباره به سوی آن گناه باز نگردند، آن را انجام ندهند و الله از گناهان آنها را عفوشان میکند. و هر چی میکنید از نیک و بد آن را میدوند الله سبحانه و تعالی و بر او سبحانه و تعالی هیچ چیز پوشیده نمیماند و او سبحانه و تعالی ما و شما را طبق عملهایمان جزا میدهد. این آیه کریمه بیان کرم الله سبحانه و تعالی، فراوانی سخاوت او و پر از لطف و مرحمت و رحمت و امید که توبه همگان را هر کسی که به سوی او باز میگردد میآمرزد، قبول مینماید. هنگامی که ترک گناه میکنند پشیمانی میورزند، عزم تکرار دیگر نمیکنند، قصد بازگشتن دارند. الله توبه بندگانی را که در هلاکت و بدبختی حیات خود را سپری کردند میآمرزد، میپذیرد و آن عذابهای دنیوی و اخروی که هست الله با رحمتش آنها را میآمرزد، او را میبخشد. چون توبه یک از عملهای بزرگ است که میتواند با سبب اخلاص و صادق بودن بنده و راست قولی کامل گردد یا به صورت کم بودن آنها، یعنی صدق و عزم و اخلاص، ناتمام شود و ناقص بگردد. و اگر برای رسیدن به یکی از هدفهای دنیایی باشد که محل آن قلب است که کسی بر آن اطلاعی نخواهد یافت، توبه انسان باطل می شود. و الله سبحانه و تعالی میفرماید که و او سبحانه و تعالی میدوند که شما چی کار را انجام میدین. و قال مؤلف که هر کسی که با گناه پروردگارش روبرو شد که به خاطر آن گناهش آتش بر او واجب گرده است ولی در دنیا از آن توبه کند و بر آن اصرار نکند، یعنی بنده شرط های توبه را اجرا نماید، توبه بنده پذیرفته می شود، گناهانش بخشیده می شود و او مورد عفو پروردگار قرار می گیرد. و شرط های توبه برادران و خواهران گرامی اینهایند: توبه کننده اول خالص برای الله باشد، نه قصد کسی یا چیز دیگری، چون زیرا خودی همین توبه عبادت است، خالص برای الله باشد. ترک گناه و معصیت و دوری جستن از آن باشد. پشیمان شدن از کاری که در گذشته انجام یافت و پشیمانی به آن باشد و عزم قوی که دیگر به سوی آن بر نمیگردد. و اگر پس از مدت قصد بازگشت بر آن داشته باشد، مثلا موقتا توبه کرده باشد، توبهش درست نمی شود و پذیرفته نمی شود، باید نیت و قصد کند که هرگز به سوی آن باز نمیگردد. و همچنین توبه پیش از فرا رسیدن مرگ باشد، یعنی رسیدن روح به حلقوم. اگر روح به حلقوم رسید دیگر توبه انسان پذیرفته نمی شود. و توبه پیش از طلوع آفتاب باشد، توبه پیش از طلوع آفتاب از مغرب. به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و آله گفتند که الله توبه بنده را قبول میکند تا زمانی که به غرغره نرسیده باشد، در روایت ترمذی و ابن ماجه و احمد. و در حدیث دیگر آمده است که توبه قد نمی شود تا هجرت قد نشود و هجرت قد نمی شود تا طلوع خورشید، تا طلوع آفتاب از مغربش، روایت ابی داود و احمد. و توبه باید پیش از آن که عذاب فرود آید قرار گیرد. اگر عذاب فرود آید توبه دیگر قبول نمی شود. سپس مؤلف میگوید که و من لقیه و قد اقیم علیه حد ذلك ذنب، و هر که الله را با گناه ملاقات کند و هر کسی که الله را با گناه ملاقات کند روپرو شود که حدود آن در دنیا اجرا شده است. یعنی اگر انسان گناه کرد در دنیا حدود آن اجرا شده است فی دنیا و هو کفارته کما جاء فی الخبر عن رسول الله. و کسی که الله را در این دنیا در آخرت ملاقات کرد که در آن گناهی که در آن دنیا کرده بود آن را حدود رو بر او جاری کرده باشند، مثلا دو دست بردن زیناکار را سانسور کرده باشند، پس انا همون حدود جاری شده در این دنیا برای کفارت گناهان وی میگردد. از عباده ابن سامت رضی الله عنه روایت است که فرموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما بیعت گرفت، چونانکه زنان بیعت گرفته بودند و فرمود ما چیزی را شریک الله نمی‌سازیم و دزدی نمی‌کنیم و زنا هم نمی‌کنیم
فرزندان خود را نکشیم و یکدیگر را تهمت به عیبداری هم نکنیم، چون اینا گناهان بزرگ هستند. یکم عبادت الله بر او کسی شریک قرار ندادن، از عبادت غیر الله، از هر نوع عبادت طاغوت دوری جستن، دزدی نکردن، زنا نکردن، فرزندان خود را نکشتن و به یکدیگر تهمت و بهتان ها و عیبدار نکردن. و سپس فرمود که و هر کی از شما این وعده ها را وفا کند، الله متعال پاداش عمل او را میدهد. هر کی از شما این وعده ها را با این وعده هایی که داده از وفا کنند، الله پاداش او را در دنیا و آخرت میدهد. و هر کی یکی از عمل ها را اگر که عمل بالا ذکر شده را انجام بدهد، در دنیا مجازات شود، باعث کفارتش گناهش میگردد. اینکه از دزدی و از زنا و از عرق نوشی و از دیگر کارها، اگر در دنیا اگر که به دست افتاد، اگر که جزا داده شد حکم شریعتی، پس سبب کفارت گناهان وی بنده میگردد. اما در روز اگر کسی که با الله را ملاقات کرد در حالی که توبه نکرده است یا جزا داده نشده است در دنیا، پس در روز آخرت بر الله واگذار می شود. اگر بخواهد عذابش میکنه، اگر بخواهد او را میآمرزد. در روایت بخاری. پس حدود در دنیا این کفارت است. از عبادت ابن سعید رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و فرمودند اما هر کی یکی از این گناه را انجام بدهد و در دنیا به حدود بر او جاری شود و آن حدودی که بر او جاری میشد کفارتش میگردد، و هر کس از این گناهان را کند و الله اگر گناه او را بپوشاند و الله در روز آخرت حکم میکنه، اگر بخواد او را بخواد میآمرزد و او را بخواد عذاب میکند. در روایت بخاری و مسلم. حافظ ابن حجر میگه که در شرح این حدیث در فتح الباری از حدیث معلوم میگردد که ادای جزا حد یعنی کفاره گناهان است. اگرچه که امو حد شده کسی که برای حدود الله جورش در این دنیا به سبب آن گناهش توبه نکند. این قول اکثریت است، اکثریت اهل علم. و گفته شد که توبه لازم است و این قول بعضی از تابعین است. شافعی رحمت الله علیه میگوید که و من افضلتر میدونم کسی گناهی را که الله بر او پنهان کرده است بپوشاند. من خوب میشمرم آن گناهی را که بین خود بنده و بین پروردگار است آن را بپوشاند، من خود پروردگارش است و توبه کند. از امام شافعی ابن حجر در فتح الباری مجلد 12 صفحه 126 می‌خوندم و میفرماید که و من لقیه مسیرا غیر تائب من الذنب التي قد استوجب بها العقوبه فامر الى الله. و هر کی با الله روبرو شود در حالی که با گناه اصرار میکند، یعنی که با گناه و معصیت بدون توبه با الله ملاقات کرد، همون گناه مرد انسان، اصرار با گناه کبیره هم گناه مرد، با گناهی که برای وی عقوبت واجب شده است توبه نکرده، فرمانش به الله واگذار میشود. ان شاء عذبه ان شاء غفر له. اگر بخواهد الله جزایش میدهد، اگر بخواهد او را مورد عفو قرار میدهد. و من لقی و هو کافر عذبه ولم یغفر له. و هر کی الله را ملاقات نماید در حال کافر بمیرد، الله عذابش میکند و بر او را نمیبخشد. پس هر کی در حال بمیرد که از گناهش توبه نکرده باشد، به الله واگذار میشود. اگر بخواهد او را با آن گناهش با عدلش الله عذاب میکند، اگر بخواهد با رحمت و فضلش او را میبخشد. پس بندگان الله بین عدالت و فضل و کرم الله سبحانه و تعالی دور میزنند و الله سبحانه و تعالی چنان که فرموده است رنج و عذاب بندگانش را دوست نمی‌دارد. همین فرماید ما یفعل الله بعذابکم ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. چرا الله سبحانه و تعالی شما را عذاب کند؟ چرا الله سبحانه و تعالی شما را عذاب کند اگر سپاسگزاری نعمتش را انجام بدهید؟ سپاسگزار نعمتش باشید و ایمان آورید و از ریا دوری بجویید. زیرا اگر عذاب کردن شما برای الله یگان فایده یگان ضرر نیست، در حالی که الله سبحانه و تعالی به طاعت بندگانش قدرشناس است و بر همه چیز دانا است. الله سبحانه و تعالی ایمان و طاعت را از ایشان از بندگانش دوست می‌دارد. با سبب آن عملهای تو الله تو را وارد بهشت می‌گرداند. اما اگر شخص سرکشی کند، بجز کفر و نافرمانی چیزی قبول نکند، پس بجز خود کسی دیگری را ملامت نکند. بجز خود کسی دیگر را ملامت نکند. چون الله می‌فرماید اینها کسانی هستند که به پروردگارشان دروغ گفتند، یعنی آنها که کافر شدند و چیزی را برای الله نسبت دادند، مثل شرک آوردن، شرک ورزیدن، فرزند دادن، زن و دیگر چیزها قرار دادن که برای الله مناسب نیست و شایسته نیست، کافر شدند و لعنت الله بر ستمکاران برد. یعنی غضب ابدی الله و دوری از رحمت الله باد آن کسانی که بر الله شریک می‌ورزند و غضب الله بر ستمکاران باد که عبادت در جایهای نادرست صرف کردند. شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه فرمود که مسلمانان گناهکار سه نوعند. مسلمانان گناهکار سه نوعند. یکی از جانب الله آمرزه بخشیده می‌شود، هیچگاه به دوزخ نمی‌رود.
و گروه دیگر به جهنم داخل میشوند، به جزای گناهشون جزا داده میشوند، سپس بیرون میبرند، بیرون رفته میشوند. قسمت اول از جانب الله آمرزیده و بخشیده میشوند و هیچگاه به دوزخ نمیدارند. پروردگار ما از جمله اینها زمره اینا قرار بده. قسمت دوم گروهی که داخل جهنم میشوند، واسه بر آن گناهی که انجام داده‌اند جزا داده میشوند، سپس پاکیزه کرده بعد بهشت داخل میشوند. پروردگار ما را از جمله اهل جهنم قرار نده، گناهان ما را بیامرز. و گروه سوم به دوزخ داخل میگردند، جزا داده میشوند، ولی با شفاعت پیامبر سلام از آن چیزی که جزایی که برای آنها مقرر شده بود برآورده میشوند از دوزخ. پس از اعتقاد اهل سنت و الجماعت آن است که مردم گناهکار از موحدین نه از مشرکان که اعمال بدشون از اعمال نیکشون بالاتر و بیشتر است، با سبب اعمال خود سزاوار جهنم شده‌اند، با اندازه گناهانشون در آنجا میمانند. الله متعال به فرشتگان امر میکنه که آنها را از دوزخ بیرون آورند و به بهشت داخل کنند. و گناهان به دو گروه تقسیم میشود. گناهان بزرگ و گناهان خرد. و بعضی از علماها گناهان بزرگ را گناهان کبیره را جمع کردن و گفتن که آنها 7 تا اند. بعضی گفتن 70 تا هستند، بعضی گفتن 400، بعضی گفتن 700 گناهان بزرگ و آنچه که باقی مانده است گناهان خرد هستند. پس سوال میشود که چگونه گناهان بزرگ را بشناسیم؟ گناهان بزرگ را چگونه میشناسیم و چگونه گناهان بزرگ را شناسایی کنیم؟ این سوال شاید مطرح شود. هر گناهی که با لعنت یا با آتش یا با نفع ایمان یا با کفر یا با جزا یا با حد در دنیا یا عقوبت در آخرت باشد، بر این چیزا وابستگی داشته باشد، پس وی گناه کبیره است. بار دیگر هر گناهی که با لعنت الله با فلان بود، با چیز گفته در قرآن اصلا ذکر شده است، یا با آتش کسی این کار کرد عذاب آتش است، یا با نفی ایمان یا با کفر یا با جزا یا با حد یا با در دنیا عقوبت در آخرت عقوبت باشد، پس وی گناه کبیره است. پس علماها گناهان کبیره را با عمل یا قولی که از شخصی مسلمان صادر می شود و با این عمل الله متعال او را مورد عذاب و عقاب قرار می دهد تعریف کردند گناهان کبیره. و گناهان کبیره در اسلام در درجه های گوناگون از جهت زشت بودنشون، از جهت وزمینی گناهان تفاوت دارند، اما بزرگترین از این گناهان کبیره 7 تا است. 7 هلاک کننده است، 7 گناه مرگاور است که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را در حدیث شریف ذکر نمودند. گفتند اجتنبوا 7 موبقات، از 7 گناه هلاک کننده بپرهیزید، از 7 گناه مرگاور بپرهیزید. قیل گفته شد و ما هی رسول الله، ای رسول الله آنها کدام هایند؟ قال گفت الشرک بالله، اولین آن شرک کردن به الله، غیر الله را عبادت کردن، در غیر الله عبادت را صرف کردن، و سحر، دوم سحر جادویی، و قتل نفس، کشتن نفس، آن قتل نفسی که الله اون را حرام کرده است مگر بر حق، و اکل مال یتیم، خوردن مال یتیم، و تولی یوم الزحف، در جنگ گریختن، پشت گرداندن، در معرکه، در جهاد، و قذف المحصنات الغافلات، و قذف کردن و تهمت زدن زنان پاکدامنی که بیخبر از آنند، در روایت بخاری مسلم. پس اعتقاد اهل سنت و الجماعت هر کس گناهی را انجام دهد و پیش از مرگ توفیق توبه بر او نصیب گردد، الله او را میبخشد و توبهش را میپذیرد و اعمال بد او را تبدیل به نیکی میدهد. اعتقاد اهل سنت و جماعت اگر مسلمان گناهکار بمیرد و سرنوشت آخرت آن زیر مشیت او سبحانه و تعالی، زیر اراده او سبحانه و تعالی قرار میگیرد. اگر بخواد با عدلش عذابش میکنه با واسه بر آن گناهش، اگر بخواد با رحمتش او را میبخشد. اگر او را در دوزخ درآورد، سرنوشت آن بهشت است، چون موحد است، از اهل توحید است و در آتش ابدی و جاودانه باقی نمیماند. سانسور کردن کسی که زنا میکند، سانسور کردن بر مورد اینکه سانسور کردن حق است. پس مؤلف امام احمد رحمت الله علیه در نقطه دیگر برمیگردد، سانسور کردن کسی که زنا میکند حق است. قول مؤلف رحمت الله علیه میگوید که والرجم حق على من زنى وقد احصن اذا اعترف او قامت عليه بینه. و رجم حق است. رجم سانسور میگه، رجم حق است در حق آن کسانی که زنا کرده اند و این حد او در حال تطبیق می شود. حد زناکار در حال تطبیق می شود که اعتراف کند یا بر علیه او حجت قایم باشد. و قول مؤلف و رجم حق است در حق آن شخصی که زنا کرده است، یعنی جزای شخص زناکار را بیان می نماید. جزای شخص کسی که زنا می کند رجم و سانسور است هنگامی که اقرار و اعتراف می کند، چنان که معیز و غامیدیه اعتراف کردن از صحابگان کرام، یا بر علیه او دلیل ثابت شود، یا که حامله‌داری زن معلوم بگردد از کسی. پس زنی محسن
آن کسی است که با نکاح صحیح ازدواج کرده و بعد ازدواجش با کسی زنا کرده است. پناه به سوی الله. این گونه شخصا زیاد شده هستند. در نکاح کسی است با کسی دیگر باز زنا میکند. پناه به سوی الله. اگر عقد عهد نکاح بسته شده باشد، نوشته شده باشد و مرد با این زن تا حال به نکاح در آورده نشده باشد و زنا کنند، پس او را رجم، جلد و تعزیه میزنند. یعنی که با کسی عهد کردگی است، عقد پیمان کردگی است، عقد بستگی هستند، اما نکاح کردگی نیستند. همه کار حل از گفتیم تاجیکا، لیکن نکاح آخران چیز ماندگی است، توازن زده میشوند. و اگر نکاح کرده باشد، در نکاح کسی باشد، در این هنگام زنا کند، اگر لحظه هم باشد، در این هنگام سانسور کرده میشود. نقطه اول گفتیم زانی محسن، آن کسی که با نکاح صحیح لیکن در نکاح کسی است زنا میکند، انا همین انسان سانسور کرده می شود. اما شخص دوم اگر که در نکاح نباشد، مثلا جوان و دختر یاش هستند، مثلا زنا میکنند، بر آنها توزیع زده می شود، صد دره زده می شود. ابن منذر میگوید که علما اتفاق کردند که اگر مرد آزاد با زن آزاد در نکاح معتبر و صحیح ازدواج کرده باشند، پس اگر که مرد آزاد و زن آزاد با نکاح صحیح باشند، در نکاح صحیح هستند، زن و شوهر هستند، ولی که با کس دیگری زنا نمایند یک از اینها، پس بر آنها حکم زنا واجب است و سنگسار است. اجماع ابن منذر ذکر است. پس حکم زیناکار با چیزهای واقع میگردد یا که ثابت میگردد. یکم اعتراف، معنی گفته امام احمد که اگر اقرار کند، این اولین راهی مقرر کردن حکم زیناکار است. یکم اعتراف خودش اعتراف میکند. این زیناکار با زینای خود 4 بار اقرار میکند. با این دلیل حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که گفتن ای اونیس نزد این زن برو و اگر اعتراف کند سنگسارش کن. در روایت بخاری و ترمذی، در روایت بخاری. و همچنین داستان معیز در صحیح بخاری و مسلم همچنین داستان غامدیه در صحیح مسلم در کتاب حدود. الله از همه آنها راضی بود. و معنای گفته امام احمد که یا دلیلی بر او ثابت گردد، این دومین راه اثبات حد زنا است. یکم خود اقرار می‌نماید، صحابگان کرام اقرار نمودند، بر آنها 4 بار اقرار نمودند، با آنها چیز حد زنا ثابت شد. دوم یا که دلیل بر او ثابت گردد. دومین راهی حد زنا که 4 شاهد از مسلمانان آزاد و عادل، 4 شاهد از مسلمانان آزاد و عادل بر ضد زناکار شهادت بدهند. چون الله میفرماید که در سوره نور لولا جاءوا علیه باربعه شهدا، چرا 4 شاهد بر آن نیاوردند. فاذا لم یاتوا بشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. پس اگر شاهدان را نیاوردند، آنان در نزد الله تعالی از دروغگویان هستند. ابن منذر میفرماید که علما اتفاق بر اینند که در ثابت نمودن حکم زنا 4 شاهد حتمی است و کمتر از آن قبول کرده نمی شود. در صحیح بخاری، در صحیح مسلم. این قسمت دوم بود. یکم اعتراف، دوم ثابت گردیدن دلیل و سوم احتمال در زنا، اینکه با حامله‌داری زن فهمیده می شود، در حالی که زن ازدواج کردگی نیست حامله‌دار می شود، معلوم است که زنا کردگی است. پس فقیهان در اثبات حد زنا با وجود حامله‌داری آن زنی که نه شوهر دارد نه سید دارد اتفاق نظر داشتند. بنابراین اکثریت بر آن گفتند که حد ندارد، گفتند که چون شاید حد با گمان دفع شود و مالکیان در مذهب معروف خود رفتند و حد زنا با ظهور حامله‌داری از زنی که شوهر ندارد الکی که جدا می شود. و دلیل آن در بخاری در مسلم است. از عمر رضی الله عنه روایت است که و سنگسار کردن بر کتاب الله حق کسانی است که زنا کردند. کسانی که در ازدواج از زنا کردند، برای آنها حق آنها سانسور کردن است اگر آنها با مردان و زنان ازدواج کرده باشند، یا گفتند که دلیل حب یعنی حامله‌داری یا اعتراف گناه ثابت شود. قسمت‌های دوم سوم ذکر دادن در مغنی. پس حب حامله‌داری است و عمر رضی الله عنه در حضور صحابگان گفتند و هیچ کس آن را انکار نکرد. ابن قدامه میگوید که جزای حد بر زن حامله تا زائیدن مقرر نمی‌شود. تا زائیدن یعنی که اگر زن زنا کرد حامله‌دار بود، پس تا زائیدن همون کودک جزا مقرر نمی‌شود. بعد کودک را تولد کردن بعد جزا مقرر می‌شود. در روایت مسلم در صحیح از علی بن ابی طالب حدیث رقم 1705. و دوم اگر زن حامله تولد کند، جزای حد زنا بر وی بنا کرده نمی‌شود تا نفاس، تا خونروی. پس از تولد نفاس وی به اتمام یافتن، نفاس که به اتمام یافت، پس جزای وی حکم وی
قرار کرده میشد، برقرار کرده میشد. و قول مؤلف میفرماید که وقد رجم رسول صلی الله علیه و آله وقد رجمت ائمه الراشدین، البته رسول الله رجم کردن، سانسور کردن و صحابگان کرام ائمه راشدین هدایت یافتگان سانسور کردن. دلیل این روایت بخاری و مسلم است از حدیث ابن عباس که عمر ابن خطاب رضی الله عنه در حالی که در بالای منبر رسول الله صلی الله علیه و آله نشست گفت الله محمد را به سوی حق فرستاد و کتاب قرآن را بر او نازل کرد. یکی از چیزهایی که بر او نازل شد آیت رجم سانسور کردن است. ما این آیت را خواندیم و به یاد داریم و خوب فهمیدیم. طبق این آیت رسول الله صلی الله علیه و آله مرد و زنان زناکار را سانسور کردند و ما نیز پس از او همین کار را کردیم. این را عمر گفته شده است و تلاوت این آیت لغو شد ولی حکم آن باقی ماند. و فرمان عمر که میترسم با گذشت زمان بعضی ها میگویند ما حکم سانسور را در کتاب الله قرآن نیافتیم. سخن عمر را بین حاضر مردم هستند که میگویند گفتم میترسم که با گذشت زمان و ایام میشود که مردمان پیدا میگن ما حکم رجم را در کتاب نیافتیم. همین طور با ترک کردن فرضیت نازل کرده الله گمراه شوند. و فرمان که باید بدانیم که سانسور در قرآن کریم برای مرد و زن شوهرداری که با زنا دست میزنند با دلیل زنا کردن آنها وجود دارد میگوید عمر. یا زن حامله دار میشود یا اعتراف میکند، همچنین نقطه دیگر مقرر و درست میشود در روایت بخاری و مسلم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم غامیدیه در صحیح بخاری غامیدیه را سانسور کردند. در حدیث رقم 6434 و مسلم حدیث رقم 1695 از سلیمان ابن بریده از پدرش. و ماعز را همچنین در صحیح مسلم در کتاب حدود در باب اقرار شدن بر زنا تحت رقم 4528 و زنی که جوهنیه نام داشت تقریبا عمران ابن حسین، حدیث عمران ابن حسین در صحیح ابی داوود در رقم 4440 و خلاصه حکم حدیث صحیح است. و همچنین رسول الله رجم کرد دو یهودی را که روایت عبدالله ابن عمر است در ابن حبان در صحیح ابن حبان خلاصه ابن حکم حدیث صحیح است. باز نکردن آنها را رجم کرد. و این حکم در تورات و انجیل در قرآن ثابت شده است. در تورات و انجیل و قرآن ثابت شده است و از جمله حکم‌هایی است که تمام کتاب‌ها و شریعت‌های گذشته آن را اعتراف کردند و تمام پیامبران گذشته و رسول الله و صحابگان آن را اجرا کردند. این از آنچه که در باب رجم ذکر و یادآوری شده است. و توفیق جمیع الله سبحانه و تعالی. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.